تورکیا گشتی اف دمک وک خواندکار زانینگه باکر و روجهلات سوری ما مبادره بناو پیش روش داخوه دایه دست بکرن. اف مبادره وک جوان و خواندکار برورکه پیشنگی و با آرمان جل دیجی فاشیزم اول پرستی، زیان پرستی، نتوا پرستی و همو جورای دستلاداری درکتی رکه. بگومان یا گله که جوان نیسکتی و فرستان ایش و ایشکنجی هری دجوار کشاندیه گله کرده. دناوا گله کرده جی و بگیشتی لمزوبوتامیا جی جنه. دولت انداگرکرین کردستان به 100 سالان که و فاشیزم لسر گله کرد و گلن بندست دمشینن. یک جوان دولتان جی بردوامی یا امپراتوریا عثمانی یا زوردار دولت ترکیه یا فاشیزم. دولت ترکیه جدمزراندن خواوا خواست گو همو گلن مزوبوتامیا و انطولیا ده قرکرنه را در باس بکن. دوی ملی دا گل قرکرنین سور و سپی یعنی کشتن بدنی و چاندی پیک آنی. لورا اف دولت جدست پیک و وکا کومک چتا و فاشیزم تفگریه. ایروژی به همو قریجی آخوا و رورشی آخوا و لبر چاون جیهان دیار و خویایه. هر روز و هر کلی لسر روپل و شاشیان دزی، دست دریجی، کنکوژی، تالنکری و فاشیزما دولت ترکیه آشکره دبه. به 100 میلیارد دلاران دزیا کدا گل و دستدریجی رورش و مافیاگری روی راستی یه ترکیه. یک جوان تفگرین قریش یه دولت ترکیه جی داگرکری و دزیا کل لسر باشور کردستان دمشینه. چاوا کد دستانا گلگامیش دا دستهلادارین سومر ایریش دبن سر پیشین کردان دار و معدن وان دزن و کنکوژی دکن ایروژی همان پراتیک جالی دولت ترک و پیکته. دولت فاشیزم ترکیه خازای کردستان باشور قتل دکه داران دبره و دزه. او یک لپیش جاون جهان پیکته. مخابن دستلاداری حوله رجی مینا کد دستانا گلگامش دا انکیتو جه ایریشکرین سومر را آلیکاره او جی جداگرکرین ترکیه را آلیکارن. جخوا اف چند سالن ترکیه به حجت آکو گریلا پارتیان کارکرین کردستان لورن ایریشک برفره دینه سر آخا باشور. لی هر کس دزانه کج دم عثمانین و حتان ها دستلادارین ترک هر تم ایریشی کرد و کردستان کرنه. به 100 سالن بوری دا جی دو پیشنگین بارزانیان که هر دو جی ناوین خواه عبدالسلامن جهیل عثمانیان و حاتن دار وکرن و قتل کرن. هر وها دم که چند سالن بر رفراندوم جبو سرخوابونا کردستان باشور چی بوجی نوین عثمانیان دولت ترک به دبابایان کت ناف تفگر و تهدیدان. لما خوابین دما که ام ایرو دنیرن همان نوی عبدالسلام برزانیان ایرو دست خواه دکن دست کوجر و قتل خواه که اوجی دستلادارین ترک یه نوین عثمانیانن و ایریشی تینن سر شروانن آزاد. ام وک جوان و خواندکاران بانگ لهمو آلین ولات پاریس دکن و دبیجن که دم یکیتیه بلا تو کس خواه به حساب بچوک و بجروندی تنگ نخوابینه لولا رجبر داجی پیشی انما گوتنه که ره دبه بوست لی دجمن نابد دوست. ام دبیجن همو کردین ولات پاریس و دلخوازی یکیتیه هیزا خواه بکن یک و لسر اساس دوستانی آگل و جواکن ام لهمبر فاشیزم و دستلاداری قریش تی بکشن و بسر بکن. بگومان آزادی و حقیقت و بسر کن. لعو یک جبر خواه پیک نایه. جبو و یک پیوست همو ولات پاریس آزاد پروری و مروف پرور لهمبری و فاشیزم و یک هویتیه یکتی خواه چیکن. پارستان خواه یا روا و جوهری نشان بدن. ام وک جوان و خواندکار مبادره پیش روش داخل و بانگ لهمو مروواتی آزادی خاص و کردن ولات پاریس دکن که دوی دما دیروگ دا زنگل خطریه ببیزن و تیک هف ناوا تفگر و نهیل فاشیزم و خیانتکار آرمان جاخوا پیک بینن. جبو کردستان که آزاد به دار و بر و هیشین و جبو جهان که رنگین بلا پیش روش باخوا و تف بگره. بمرا فاشیزم و ایخانت بجی یکتیا گل کرد بجی آشتیا گل و جواکان بجی مرواتیا آزادی خواست مبادره پیش روش داخل بجی یکتیا گل کرد بجی یکتیا گل کرد. نوی من نجاح ابراهیمه از خواندکار از دانینگه ها کوبانیمه یا سال یکم و بشه من ویژه یا کردیه و لسر هر باجار کردستانه دمشینه دولت ترک آرمان جاخه دا گرگرنا
هریم کردستانه و تونگرنا گله کرده ده حالی کشتن داتنه دخوازه ایریشین خواه لسر باشور کردستانه و تونگرنا زمان وان و چاند وان و تونگرنا هبون وان و تونگرنا وان بگشتی و اما برنگه کی که ام کرد همی دست خواب بیکن و دست خواب هفددن و یکیتی که خورد چه بکن مسعود برزانی که پشگیری آمه بکه و امگی ببن یک و ام یکیتی که خورد چه بکن دا کو ایریشین داگر کران به من کام بن و ایریشین خواه بسر مدانینه